توجه به آموزشی علم، نوآوری و اختراعکاری و راهنمایی استادان است که هر سال دانشجویان و استادان دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک میکنند. این بود که چون سالهای قبلی امسال هم نمایندگان دانشکده امینزاده خسرو سزاوار جای دوم، نورالله‌زاده جمعه‌بای سزاوار جای افتخاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت گردیدند. ما دانشجویان با این آزمون‌ها اشتراک نموده علم خود را، دانش خود را سایقل داده سزاوار جایهای نمایان گردیده ایستاده ایم. در آینده کوشش میکنیم که سهم خود را در صنعت‌کاری با صورت کشور رسانیده باشیم. معاون اول رکتور دانشکده در حضور استادان و دانشجویان از توجه دولت و حکومت به ساحه علم و معارف برگزاری آزمون‌های جمهوری بخصوص آزمون جمهوری علم فروغ معرفت یادآور شد. تاکید گردید که با سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار گردیده در رشد تفکر ذهنی، اختراعکاری و نوآوری و کشف چهره‌های نو مساعدت نموده ایستاده است. ضمناً به مدیر کافدرای متالورژی و تکنولوژی‌های زرگری حیات رحیمی برای آماده نمودن شاگردان اظهار منتداری کرده شد. تاکید گردید که ریاست دانشکده مهنت هر یک اشتراکچیان غالبان و استادان آنها را به اینابت میگیرد. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به واسطه با پیشنهادات پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی روی کار آمده است و جهت تطبیق گردیدن هدفهای پیشگرفته حکومت مملکت جهت تطبیق گردیدن علم در اتصالات یک زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ما از فرصت مناسب استفاده برده منتداری صمیمی خویش را اولا به پیشوای معظم و محبوب و معارف پرور کشور می‌رسانیم که چنین نمودی آزمون‌ها را در قلمرو کشور روی کار آوردند. توجه و قدرشناسی غالبان آزمون المپیادها در ضمیر جوانان محبت به علم را دوچند می‌کند. استادان دانشکده در نزد خود مقصد گذاشتند که دیگر دانشجویان را برای اشتراک در آزمون المپیادها آماده سازند، زیرا آموزش عمیق علم‌های دقیق برای هر نفر روزنه موفقیت را باز می‌کند.